مردک جون مردک جون همین با شما یک تا سوال داشتم ده این سوالای تو هم دیلم بزد ده هیا بار گوش کنه گفزم همین من پیر شده رویم با دوغ پیدا شده رنگی کم پیرو شد من ناز میبینید می یا که نمی حاضر چیکار کردیم که من سعدی جان لبای اوه ایروپورت رسیدیم تو قیمت بلیت میگیری به بلیت کجا میرم اوت جان ما بر وقت بلیتی تر گرفتم که گرفتی دیر قدم به قدم قدیم میکو اینه ای اویاکاسی شاهنوزه چی خیلی اینه می 5 دقیقه ده بلیت تیار میکنم این نمیرکای عزیزی ما اگر برای شما بلیت سمالیات در کار باشه من هم واتساپی اویاکاسی شاهنوزه ده زنگ بزنین در 5 منوت صاحبی بلیت میشوین رفتی بچم همین خدایا که من به آینده خداوند سلامتی ته انا همین درگاه ها و هیچگاه خدا چیگه خدا جان چیگه خدا دکتر فراد کنیم خسور دکتر فراد کنم دکتر در کار نیست خودت بخیر بالای پام یه اخماق ای بالای پای این کس خیر من اینجا چی یه اخماق یک کارا فهمیده کنجا قریب کشتی این آدم خدا جان خدا بشین یک جده الهی آمین خدا جان هم ده خداوند شفا بدی هوا صحت سلامت باشه و همین بعد دو روز توی کارا گیریم الله اکبر خدا جان سازه شما همین شنیدم که شما همین بالنیسه بیمارخانه در فرو اومدین شمال وری خدا آماده ایستاده بودم اینا هم خیلی گرفتم قطیم که بچه‌م رویم که خسورات مازهشون نگفتم اینا اومدیم خب چی گپ شد چی کار شد بعد رفتنی شما با ما یه مصلحت کردیم میکنید دست پیش به تویو البته آخه در این محله خمون کیه او شخصی که شما قدشیدن نخواه همه میخواه همه میخواه ما هم خواستیم ما هم میخواهیم انا وقتی که بعد راضی شیدنمون یک فکر ازال دادن چی فکر باشد خدا جان؟ همین دختری ما خدا جان دختری کلانم کشیده باشه به هنرای یگان نمودی خوراک پخته نمیتونه سیده جان یگان خوراک پخته نمیتونه یگان نمود خوراک پخته نمیتونه انا همین رو فکر کردم دلم ده زور آمد دل احتیاط کن ایره قلب میگونده هیچ گاب نیست خدا جان چه هیچ گاب نیست یگان مایده گاب نیست به همین هم بچه ما یگان جا کار نمیکنه که یکی بیاره و دخترش ما بپزه